در روسیه پس از قبول قانون نو تنها 4% کودکان مهاجران که برای تحصیل در مکتب‌ها عریضه داده بودند اجازه تحصیل دریافت کردند. ماه اپریل امسال در روسیه قانون قبول شد که به فرزندان مهاجران به دانستن زبان روسی حق تحصیل در مکتب‌های میانه را نمی‌دهند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه که روز 9 میون در تلگرام کانالش در این باره نوشت گفته است در عموم برای شرکت در سنجش زبان روسی بیش از 2000 عریضه وارد شد و از میان آن نزدیکی 500 نفر برای سپردن امتحان زبان روسی راه داده شدند. دومای دولتی روسیه در یک سال اخیر دهها قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری در این کشور را قبول کرد و در پی خود مهاجران هم اکنون یک قطار چراهای محدود کننده نسبت به حضور فرزندان آنها در روسیه نیز جاری می شود. ولودین گفت دومای دولتی روسیه هفته جاری طرح قانون درباره تبادل معلومات درباره فرزندان مهاجران را میان وزارت کارهای داخلی روسیه و اداره‌های معارف کشور بررسی می‌کند. ولودین گفت که طرح نوی قانون برای تکمیل سیاست مهاجرت روسیه روانه شده. مقصدش این است که اداره‌های معارف منطقوی همه معلومات را درباره فرزندان مهاجران در اختیار ساختارهای وزارت کارهای داخلی گذارند. این معلومات خصوصی کودک و والدان او، نتیجه های امتحان ها، معلومات درباره قبول به مؤسسه تعلیمی، ترک مکتب کردن کودک و اینچنین درباره مراجعت افراد مورد نظارت به مؤسسه های تعلیمی می باشد. معلومات درباره در قید اداره مهاجرت بودن فرزند عائله خارجی هم یک طلبات دیگر این قانون خواهد بود. یک بخش ویژه‌اش این می شود که آیا کودک امتحان زبان روسی را سپرده است یا نه. بر اساس حساب‌های گوناگون حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می‌کنند. پیشتر مهاجران شکایت کرده بودند که تحصیل فرزندانشان در مکتب‌های روسیه مشکل شده است و آنها را با آسانی به مکتب قبول نمی‌کنند.